اینا رفت درومات یک داشتن منم تخته هم خیلی وقتی جمع خطون می جنبونده می جنبید 50 سالمه خب که 15 سالمون بود جوان مبون ها می اومدیم میرفتیم این بالا آخه این چه کاری از اینجا من خودم هم تکونش دادم اینا خب دوستان عزیز یک جا را به ما توصیه دادن یعنی تعریف کردن که مناره جنبان نیازی میبینیم خلاصه اگه به این مناره جنبان یک جای میدونیم دیدم نکنیم که میگه که یک مناره را میجنبانی دیگری مناره میجنبان خیلی بدونیم که چی گفت آنا اومده مناره جنبان خب این منوره رو میگه ایشا میجنبانی اوشا میجنبان این مردم نه و جمع شدستن ایشا مردم نه و جمع شدستن اینا بازی بگهی میبینیم بازی میبینیم که چی خیلی میگیم بازی مردم جمع شدستن این همی یک کشم میجنبانی میگه دیگه کشم میجنبان چیگه پای خب دوستان عزیز ما پرسان کردم میگه تا به حال هیچ کم نمیدونه که همین چوب ایشا میجنبانی ایشا میجنبان ایشا میجنبانی اوش میجنبان هیچ کم نمیدونه میگه مردم که همین ساخته درود دفنش کرده این منوره کسی که ساخته درود دفنش کرده هیچ که تا به حال نمیدونن که چی به خیلی کار میشه یک جای میریم مناره جنبان اینجا یک جوینگیشن هم چوبایی که هستن فکر میکنم همین چوبا چیزی دارم یک ساله قدیمش من فکر میکنم که همین ساله باید اینجا به همون قبره که مناره را ساختگی مادمی ساختگی این مردم هم جمع شده هستیم انتظار هم که کی میبرن میجنبونن هم ملکه جمع شده هستیم خیلی ما هم میریم انتظار میشیم اونجا ده کچی گم میشه ایران انسان های دعوی پیش به عقل بودن بساید بودن هر کار رو میساختن هر یک چی خودشه داره کسب و کار خودشه داره این وقت پیش چی کارو کرده که ببینیم اول ببینیم بعد صحبت کنیم بعد سخن کنیم انتظار بشیم این علاقه مردم هم جمع شد جمع اومد فکرم سر میشه چی بلا هم پتر پتر دزا گفت خون هم پتر پتر دزا سر میشه چی در بزرگی خدا جانم میگه این منوره را میکشم اوش به ایش یکم علاقه نداره او هم میجنبه قطوری نمیدونی و به حاضر هیچ کم نیافتن عقل هیچ کنه میگیره برای چی خیلی میشه یاد ببینیم که نمیشده باشم اینجا مقبره عبدالله کارلابانی مقبرش هم همینه خب درست یکی از بناهای تاریخی مناجوس ساخت این بنای ارزشمند مربوط به دوره ایلخانیه در زمان جایتو یکی از حکمرانان ایلخان مغول یکی از حکمرانان ایلخان مغول تنها تاریخ ذکر شده در این بنا مربوط به سال 716 هجری قمری بوده که زیر ساختمان و بالای مقبره نصب شده است. یعنی تاریخش رو پایین ساختمان و بالای ساختمان نوشتن تاریخ ساختش. خب این بنا از یک ایوان با 2 مناره و صحن پیرامون تشکیل شده روی مقبره یکی از عرفای قرن 7 هجری قمری به نام عمو عبدالله
لادنی ساخته شده سبک ساختمان این ایوان تزیینات کاشیکاری نیز دارد. سبک مغولی داره این کاشیکاریاش و چیزی مهمشه بگم ارتفاع ایوان از سطح زمین 10 متره و ارتفاع هر یک از دو مناره از سطح زمین 17 متر. خب حالا بیایید پایین ها وجود دلیل تکه خوردنش میخوام وجود مسائل ساختمانی بسیار سبک در قسمت‌های بالایی ارتفاع کم مناره و وجود فاصله بین هر مناره با ساختمان و کلافه‌های چوبی که در قسمت‌های بالا و پایین هر یک از دو مناره فیزیکی بازی کنندگان محترم برای مشاهده آغاز حرکت مناره‌ها داخل مناطق عبوری بنابه ترتیب داخل مناطق خب کو تماشا میکنیم چقدر میجمع خب کو تماشا کنیم تماشا چقدر میجمع فیزیکا هم تختهاش بوده دیدین هم تختهایی که هست کو الان یک طرفش میجمع میگه اوش هم قطار هم میجمع این رفت درامات یک داشتن رفت درامات هم بودم میجمع میگه aynen das. Ne manora cumhur uşan cumhuriyeti. Aynen das. Nam takhtor. هم تخته ها خیلی میشن همین بچه هم تخته هایی که 4 تا بالا 4 تا پایین ایکو دست چی مونده سگلین دست خطی این دست خطی چی مونده استن خب من دوباره هم که ایش هم جمعیده استن مناره جنبان خودم مونده این مناره رو تماشا مناره جنبان رو تماشا رفت سویدش مقصد این برادرها ترجیبه کرده وقتی جمعی خطان می جنبونده می جنبی 50 سالمه خب که 15 سالمون بود جوان مبون ها میومدیم میرفتیم این بالا آخه این چه کاری از اینجا من خودم هم تکونش دادم اینا نجدن بالا رفتم داخلش تکونش دادم این چه کاریه خب راه بدن همه برن بالا 30 سال پیش همینجور بود میشد بود موقع 10 تا 5 تا جوان میومدیم میرفتیم بالا